برای این که این منابع غارت شده از بانک ها رو بتواند جبران کنه، آمد شروع کرد به افزایش قیمت ارز مجدداً و افزایش قیمت سکه. 76 تن طلای کشور رو آب کردن، سکه کردن، دادن به بانک ها و اینا رو با قیمت های بسیار بالاتر فروختن تا دزدی هایی که تو بانک های ما شده رو جبران کنن. فقط این سیستمی که ما از یه طرف تعهدات خارج از کشورمون هر روز گسترده تر شده، در سوریه، در عرض کنم عراق، در یمن، در کشورهای دیگه، منابع ارزی موجود کشور نمیتواند منافع 5-6 تا کشور رو تأمین کنه و بنابراین هر روز از گلوی مردم زده شده برای اینکه به اصطلاح اهداف خارج از کشور رو دنبال کنن. این منابع متعلق به این جامعه است، باید در اینجا سرمایه گذاری بشه، برای مردم باید سرمایه گذاری بشه. ما از حالا هم میدیم راه حل کاملا وجود داره در شرایط کنونی. مهمترین اونها خروج نظامی ها، انتظامی ها، امنیتی ها، بیوت علما، دفاتر ائمه جمعه، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیادهای مستضعفان و بنیاد شهید و بنیادهای مختلف از اقتصاد. اعتبارات بانکی هست به اینا میدن، ارز هست به اینا میدن. من این فرصت نیست لیست فقط وام هایی که اینها از بانک ها گرفتن طی این چند سال اخیر و اعتبارات ارزی که گرفتن و هیچ تعهدی هم در قبالش نداشتن رو براتون بشمارم. ما در طول جنگ در سال 1365 کل درآمدهای ارزی کشور 7 میلیارد دلاره. هم جنگ و هم جامعه رو اداره می‌کردن. چطور شده که امروز 80 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور کفاف تأمین آقایون رو نمیده؟ چه اتفاقی افتاده واقعا؟ و این منابعی است که از کشور خارج شده. ما با فرار سرمایه روبرو هستیم. بانک‌های فاسد غده سرطانی اقتصاد کشور هستند. بنابراین یک آینده بسیار تاریک در انتظار حاکمیت. بیش از هر چیزی نگران تمامیت ایران هست.